این ماشین جلوی در گذاشتم، امنیت داره دیگه. آره بابا خیالتون راحت مهندس. با یه پلیش ساده در میاد، نگران نباش. باز گچکارا رو ببین عشق میکنن، اما چقدر قشنگ دارن کار میکنن طبق اصول. خدا رو شکر خاک برداری هم داره انجام میشه، بیل اومده. این نگهبان کجاست؟ من نمیبینمش. مهندس سرویس داخل پر بود، رفته بیرون فکر کنم کارشو انجام بده. حقشه. ببینم این راننده میکسره کجاست؟ اینجا بود مهندس، اونم فکر کنم همینجا بود. الان مهندس الان آمدیم بالا سر سیمانکارا، نگاه کن چقدر خوشگل دارن سیمانو میزنن به دیوار. مهندس ساجیک من بهت گفتم یکی بیاریم بیرون و صاف کنه، آوردی؟ 2 تا نیرو آوردم، یکی از یکی بهتر مهندس. اوستا رو ببین داره قشنگ سیمانکاری میکنه، حیاتو صاف تحویلمون بده. یه نیرو متخصص آوردن داره زمین رو میکوبه، موزاییکش کنیم عشق کنه صاف. امروز با این چیزی که بهت سپردم فهمیدم که این ساختمون 2000 موندگار نیست. قشنگ داری اشتباه میکنی، یه ساختمون بهت تحویل میدم بمبم تکونش نده.